میگن بیمه بیکاری به چه کسایی تعلق میگیره؟ 1. پرداخت بیمهش حتما باید بیمه اجباری باشه. 2. قبل از اتمام 30 روز برای بیمه بیکاری باید اقدام بکنه. 3. حتما نامه عدم نیاز از کارفرما رو اخذ کرده باشه. 4. یکی از عواقب بیمه نکردن کارگر توسط کارفرما اینه که اگر خدای نکرده کارگر فوت بکنه، بازماندگانش نمیتونه از مستمریش استفاده بکنن. بعد ورثه میره اقدام قانونی میکنه، یعنی شکایت میکنه و کارفرما رو محکوم. یکی از کارگران محترم تو دایرکت پیام داده بود، گفته بود من دادخواست علیه کارفرما تنظیم کردم، ولی بعضی از موارد حقیقتا داخلش عنوان نکردم. میگم باید دوباره شکایت کنم. پاسخش اینه که نه، اصلا لازم نیست دوباره شما شکایت بکنی. یکی از دوستان سوال کرده بود که من حدود 10 سال سابقه بیمه نه در سازمان تامین اجتماعی، به صورت لشکری و کشوری داشتم. اینا رو اگر بخوام انتقال بدم به چه صورت باید انجام بدم؟ گفتم اگر شما الان بیمه تامین اجتماعی، یه کارفرما محترم سوال کرد، گفت اگر کارگر من ترک کار کنه من چی کار میتونم بکنم؟ گفتم در پست‌های قبلی رو مطالعه بکنید و ببینید، توضیحات لازم رو دادم. ولی یک مورد مهم هست، کارگر شما چون قرارداد داره یه تعهدنامه رو ضمیمش بکنید. کارگران محترم، ترک کار یعنی چی؟ یعنی که شما هنوز قرارداد دارین و بدون اینکه تبصره ماده 21 قانون کار رو رعایت بکنید محل کار رو رها میکنید. یعنی چی؟ یعنی شما موظفین طبق تبصره ماده. یکی از کارفرمایان محترم تو دایرکت پیام داده، صحبت تلفنی هم داشتیم با هم، میگفت مگه نمیگید قرارداد تعهد دو طرفه است؟ بعد در پاسخ گفتم آره درسته. گفت من حقوقشو به موقع دادم. یکی از دوستان سوال کرده بود، گفت من میخوام بیمه اختیاری بکنم خودمو، آیا میتونم سقف بیمه رو برای خودم بزنم؟ گفتم که اگر شما زیر 10 سال سابقه بیمه داشته باشی، آره این قرارداد رو سازمان میتونه با شما منعقد بکنه. ولی اگه سابقه شما بالاتر، کارفرمای میگه که من میخوام نیروی خوب جذب بکنم. میگم که اگه شما میخوای نیروی خوب جذب بکنی، از همه مهمتر که آیا خودت خوبی؟ آیا شرایط خوبی داری؟ آیا شرایط داری که بقیه ندارن؟ برندی؟ وجهه بیرونیت خوبه؟ کارفرمای میگه که من میخوام نیروی خوب جذب بکنم. میگم که اگه شما میخوای نیروی خوب جذب بکنی، از همه مهمتر که آیا خودت خوبی؟ آیا شرایط خوبی داری؟ آیا شرایط داری که بقیه ندارن؟ برندی؟ وجهه بیرونیت خوبه؟